چشم الان میفرستم. بذار شماره کارت تجارت رو بفرستم. تجارت نه بی خیال، بذار پاک کنم. شماره کارت صادرات رو براش بفرستم. خیلی راحت هر شماره کارتی که دوست دارم رو میتونم ارسال کنم. تو هم میخوای بهت یاد بدم شماره کارت یا هر نوشته رو داخل گوشیت ذخیره کنی؟ پس اول این ویدیو رو لایک کن، پیجمون هم فالو کن. از این ترفندها خیلی داریم. بریم بهت یاد بدم. تو قسمت پیام ها وارد تنظیمات میشیم. میانبرهای متنی رو انتخاب میکنیم. به علاوه بالا رو میزنیم. میانبر مینویسم کشاورزی. شماره کارت هم که از قبل کپی کردم وارد میکنم و افزودن رو میزنم. حالا میایم بیرون، دوباره وارد پیام ها میشیم. اینجا بنویسم کشاورزی، شماره کارت میاد روش انتخاب میکنم و میتونم ارسال کنم. اگه به دردت خورد بفرست برای بقیه تا اونو هم استفاده کنن و حتما سیوش کن که لازمت میشه. هر وقتم خواستی پیامتو بی صدا و زماندار بفرستی این پستمو ببین.